نکته خیلی مهم میخوام بهتون بگم. کسایی که استاد علوم غریبن، استاد عرفانن، اولنش که تو ایران یا تو خاورمیانه تعدادشون اندازه تعداد انگشتای یک دست هم نیستن. کسایی که استادن و عارف کاملن، واقعا کامل. دو، کسایی که یک مقدار علوم غریبه و علوم خفیه رو بلدن، یک مقداری توی وادی اومدن، یک مقداری استادن، به هیچ عنوان کف اینستاگرام و یوتیوب نیستن که بیان نمیدونم انگشتر بفروشن، مثلا فلان چیز بفروشن، 10 نفر زیر دستشون باشن که هیچ چرت و پرت رو مردم بفروشن. استاد واقعی علوم غریبه، استاد واقعی علوم عرفانی به هیچ عنوان، تاکید می‌کنم به هیچ عنوان توی یوتیوب و توی اینستاگرام نیست. حالا درسته یک میان با ظاهر سازی و نه با سلام خدمت دوستان عزیز، این کلیپ درمان تب دنگیر کامل توضیح دادم. یک نکته خیلی مهمه می‌خوام بهتون بگم. به هیچ عنوان استاد عارف کامل و سالک، استاد علوم غریبه و علوم خفیه که واقعا استاد به هیچ عنوان نه تو یوتیوب پیداش می‌کنید نه تو اینستاگرام پیداش می‌کنید. گوله‌ای استاد اینترنتی رو نخورید. فضای مجازی دیگه، فضای مجازی یعنی دروغی. به شما کسی استاد واقعیه کف اینستاگرام نمیدونم انگشتر رو چیزا نمی‌فروشه، سنگ و انگشتر رو نمیدونم خرید فروش جن و موکل چیزا نداره. استادای واقعی خیلی ندیدن. من استاد عارف کامل هست، شاید تو کل خاورمیانه هستم، من تعداد انگشتای یک نکته بگو. دنبال عرفانا اشتباه و عرفانای من در آوردین دارین، تهش جز بدبختی و آسیب و سنگینی چیز دیگه ای نداره. تو هم ندارد همیه؟ یه هم ندارش همیه؟ بله. نکته بگو. حروف و اذکار خداوند 1000 تا سر و اسرار و خاصیت داره و به شرط اینکه که اون ذکر و حروف رو بده و